داستان از اینجا شروع شد که من از خدا جون خواستم توی دفتر شکرگزاریم که راه رو به هم نشون بده. خدا جونم از طریق مختلف، از راه‌های مختلف نعمتاشو به زندگی من سرازیر کرد، چون خودش گفته که هر چی بخواین بهتون میدم، ولی سر وقت خودش. سمیه یکی از اون نعمت‌ها بود که خدا جون از طریق اینستاگرام سمیه رو با من آشنا کرد. سمیه دختر عشایر مراوه تپه بود که توی اینستاگرام بهم تکست داد و گفت کژوال من به خاطر اینکه دارم میبینم تو واسه صفحت چقدر داری تلاش میکنی، میخوام که یه بار من هم توی این تصاویر باشم و شاید نشون دهنده خیلی چیزا توی صفحت باشه. اولش فکر نمی‌کردم که بتونم با عشایر ارتباط برقرار کنم، اما باور نکردنی بودن این قوم. من وقتی که بدو وسایلم رو جمع کردم و ساعت 5 صبح حرکت کردم، 5 ساعت بعد رسیدم به مراوه تپه و با خانواده سمیه و با سمیه آشنا شدم، متوجه شدم من توی سختی‌ها تنها نیستم. تازه سختی‌های من اصلا چیزی نبود که در کنار این خانواده دیده میشد. سمیه با سن کم و با تفاوت سنی 3 سال با من 3 تا بچه رو بزرگ کرده بود و من تازه اونجا فهمیدم من هیچ سختی رو تحمل نکردم. من فقط خدا جون یه سری چیزا به من داده بود که منو به خودش نزدیک کنه و فهمیدم سمیه با سن کم چه روزهایی رو پشت سر گذاشته تا اینکه بتونه خودش رو به خدای خودش ثابت کنه. خواستم بهتون بگم که هر جایی احساس کردی اونجا دیگه نمیتونی، همونجا وقتشه و پاشو شروع کن، چون خدا جون میخواد بهت نشون بده که هیچ سختی بدون دلیل نیست و ته همه این سختی ها خودشه.